های، من برگشتم با یه محصول جدید. امروز میخوام همه توضیحات تکمیلی رو راجع به اینا بدم و اینکه قبلا استفادهشون کردم یا نه، نظرم چیه. خب، اول در جعبه‌مون رو باز بکنیم. این از صبح رسیده ولی من چون که خونه نبودم نتونستم آن باکسش کنم و به شدت ذوقه شدم. خیلی هم منتظر بودم تا برسه. فکر میکنم 5 روز طول میشه. خب، اولیش یه دونه از این پدا خریدم که فکر کنم خیلی کاربردیه، تقریبا روی میز همه خانوما یه دونه از اینا رو میتونیم پیدا کنیم. من یه دونه خریدم چون که بازم داشتم، ولی حالا اینو خریدم که بمونه توی کشوام واسه یه حالا روز مبادا. اینجا یه دونه چیزم داریم، واسم فاکتور فرستادن، فاکتور ریز از همه این چیزایی که سفارش دادم. یه دونه شامپو گرفتم. من تا الان شامپو پنتن استفاده می‌کردم، ولی چون که خیلی تعریف این شامپو اورال رو شنیده بودم، پس میگرفتم این سری شارژش کنم. نمیدونم چطوره، ولی خب خیلی تعریف شنیده بودم. و بچه‌ها، من یه کاری که میکنم همیشه میخک و رزماری رو میجوشونم و چون که خیلی تنبلم و نمیتونم بذارم 20 دقیقه مستقیم روی موهام بمونه، میرزمش توی شامپو و مخلوطش میکنم و این باعث شد که موهای من خیلی سریع رشد بکنه. محصول بعدی که خریدم فکرم کانسیلر. کانسیلر یه نوبش کانسیلر گابرینیه. خیلی با یه موی دیگه هم هست. اینو قبلا داشتم، استفاده کردمش. بعد من شماره 1 رو داشتم سری قبلی، خیلی روشن بود، یعنی اصلا هیچ همخونی با پوست من نداشت. و حالا این سری اومدم شماره 02 رو خریدم که فکر میکنم بهتر باشه برای پوست من. این یکی رو استفاده کردم و ازش نگذشتم، ولی خب خیلی روشن بود. الان اینم خیلی روشنه، ولی خب خیلی زیاد زدم، فکر کنم پای چشم خوب بشه. محصول بعدی 2 تا محصول با هم بسته بندی، خیلی هم بسته بندیشون خوبه ها. من از این پیج خیلی خرید میکنم. محصول بعدی که اصلا معرف حضور همتون هست، آبرسان سیمپل که میگن این بیشتر مرطوب کننده است. حالا من نمیدونم دقیقاً آبرسان یا مرطوب کننده، ولی خیلی خوبه. من هر روز قبل اینکه ضد آفتاب بزنم از این استفاده میکنم و خیلی راضیم ازش. فکر کنم واسه یه بار 500 و 600 شارژش کردم، نمیدونم. و کرم دور چشم. کرم دور چشم قبلی من، یعنی دو بار شارژش کرده بودم، اکسسوای بود، ولی اینو قبلا یه سری پارسال گرفته بودم، گارنیر مدل ویتامین سیش که خیلی خوب بود، ولی یه بار من استفاده کردم. حالا دوباره گرفتمش ببینیم چطوره. نمیدونم که چون که اکسسوای استفاده کردم این به چشمم بیاد یا نه، ولی اورجیناله. امیدوارم. بعد بارکدش رو اسکن کنم. بای.